مادر چی شده؟ چی بفهمم دختر؟ فکر کنم افسونه گرفتن و با جاش بهاره روان کردن. اما تو معلوم میشه. شما زندگی بهاره تباه کرده. شما زندگی بهار ازش گرفته. افسوس به حال شما. افسوس به همگیتان. ما برات گفتم پیش پدرت میبرمت بچه. ماما چی؟ من همیالو میخوایم. تو را میبرم. دروغ میگین. من میخوایم پیش پدرم برم. من دروغ نمیگم. تو هم خود دیدی به خانهشان رفتیم اما اون نبود. حالی دروازه را باز کن دیگه. زود باش بچه. زنگ بزنین بگوین که میاییم. بچه مقبوله. تو خب میفهمی که شماره موبایلش پیش من نیست. حالا دیگه دروازه را باز کن. اگه باز نکنی باز قهر میشه. آی تو نکنی درست است؟ درست است. حال خوبتر شده بیا در جان. بهتر هستم تشویش نکن هولیا. من نمیگیرم زنده باشی. حالا که کلتان اینجاستین ما میخوایم یک چیز براتان بگویم. همراه وکیلای ما گپ زدم اگه همگی ما شکایت کنیم حکم دستگیری همگیشان صادر میشه. من فکر کردم که اگه این کار خودت کنی مناسب تر خواهد بود. از او خاطر من پای خودم پس کشیدم. فعلا ما در مورد بهار فکر میکنیم. ما نمیخوایم در مورد کدام موضوع دیگه فکر کنیم. به نظرم خوب میشه. یعنی بیاد و چشمای تمام مطبوعات طرف ما است. اونا یک فرصت هیچ وقت از دست نمیدن.